بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هاي درس عقيدة امروز إن شاء الله کلمه لا إله إلا الله را خواهیم گرفت. این کلمه شامل دو رکن است. یکمش این لا اله، یعنی معنایش نفی انکاری الوهیت حقیقت خداوند میباشد. دویمش الا الله، دویم رکن این الا الله، معنایش اثبات یگانگی به خداوند سبحانه و تعالی میباشد. پس باید عبادت تنها برای او باشد و درست نمیشود توحید مگر به دانستن این دو رکن، و اینچنین درست نمیشود توحید مگر به جمع کردن بین یگانه دانستن خداوند و بین بیزاری از شرک و مشرکان. در روایت آمده است که از وهب ابن منبع رضی الله عنه، یکی از صحابه روایت کرده، میگویند این بعضی روایت وقتی این حدیث است، بعضی روایت وقتی این سخن وهب ابن منبع میباشد که پرسیدند مگر لا اله الا الله کلیدی داخل شوی بهش نیست؟ گفت میپرسند. آن کس گفتند بله هست، اما هیچ کلید بدون دندان نیست. اگر از کلید دارای دندان استفاده نمایی، در آن برایت گشاده می شود. در غیر این صورت آن در باز نمی گردد. هر یک کلید دندانی دارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم بسیار حدیث ها روایت شده است که مجموع دندان های این کلید را مشخص می کند. مانند اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث می گویند من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه. هر کس که صادقانه و مخلصانه لا اله الا الله می گوید داخل جنت می شود. می گویند به این معنا که این حدیث ها و امثال اینها دری ورود به بهشت خداوند را به شناختن معنای لا اله الا الله و استواری ثابت قدم باقی ماندن بر آن تا دم مرگ و تسلیم در برابر مقتضای آن مشروط نموده است. آن شرط ها در واقع دندان های همان کلید هستند که به 7 قسم تقسیم می شوند. یکمش علم هر کلمه دارای معنای خاص خویش است. لازم معنای لا اله الا الله این است که الوهیت را از غیر خداوند نفی و آن را برای او اثبات می نماید. یعنی هیچ معبود حقیقی و راستین به غیر خداوند مشروعیت ندارد. خدا در قرآن می گوید فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک، یعنی بدون که لا اله الا الله، یعنی بدون که نیست خدای مگر یکتا خداوند. واستغفر لذنبک، پس به گناهت توبه بکن. و اینچنین در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که کسی که بداند که هیچ معبود به حق غیر از خداوند وجود ندارد و در آن حال بمیرد به بهشت خواهد درآمد. روایت مسلم. انشاءالله باقی قسم های لا اله الا الله را در درس آینده خواهیم گرفت. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.